جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. عمر خداوند از او راضی باد ظرف آب را می بردارد. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. عمر خداوند از او راضی باد نصف شب خواب شیرین را ترک نموده و بیرون از خانه خود گشت تا از احوال رعیتش خبر بگیرد. در راه زنی را دید که در پشت خود ظرف آب را برداشته و در تاریکی شب با پایهای لچ روان است. عمر خداوند از او راضی باد در حال از احوال او پرسان شد. زن چنین گفت: من صاحب فرزندانی زیادم و مرا خدمتگاری نیست. از این خاطر شب می برایم تا اینکه برای آنها آب نوشاکی برم. روزانه از خانه بیرون آمدن را نمی پسندم، زیرا به نگاه و بینی فرزندان مشغولم. عمر خداوند از او راضی باد حال این زن را پی برده از دست او ظرف آب را گرفته و تا خانه اش برده رسانید. بعد از برده رسانیدن آب، عمر خداوند از او راضی باد به او گفت: فردا سحری نزد عمر بیا تا او برای تو یاردمچی و خدمتگار بدهد. آن زن در پاسخ گفت: من او را از کجا می یابم؟ کی مرا به نزد او می ماند؟ من کجای و عمر کجا؟ عمر خداوند از او راضی باد گفت: تو سحری بیا، انشاءالله او را خواهی دید. فردا آن زن چون به قرارگاه خلیفه رسید، ناخواست عمر خداوند از او راضی باد را دید و شناخت و فهمید که شخصی دیروز ظرف آبش را تا خانه بردگی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب بوده است. از این کارش در خجالت شد و پشت گردانیده گریخت. پس عمر خداوند از او راضی باد امر کرد تا برای آن زن خدمتگار و یاردمچی را همراه با کمک پولی از پسش روان کنند. برادر و خواهر ایمانیم، چنین بود امیر المؤمنین راهبر مسلمان ها نوابسته از مقام خود آب را در کیفتش برده به خانه رساند و این چنین در همه کارهای رعیتش او همه وقت با آنها بود. این یک درس است برای ما که ما نوابسته از پست و مقام و منصب باید همه وقت بر رعیت خود خدمت بکنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.